دوستان عزیز، سلام. به ویدیوی دیگه همراه ما باشید. ناگفته هایی از سفر کریستیانو به تهران. همه چیز آماده دیدار دایی و رونالدو بود. قضایای مربوط به حضور کریستیانو رونالدو در تهران همچنان داستان‌ها و نکات فاش نشده جالبی دارند. به گزارش ورزش 24 صبح روز ورود کاروان الاس به ایران، همه چیز برای ورود علی دایی اسطوره فوتبال ایران و یکی از دوستان صمیمی رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پاویون فرودگاه امام مهیا بود، اما این اتفاق بنا به دلیلی رخ نداد. باشگاه پرسپولیس که تدارک مناسبی برای این مسئله دیده بود و قصدش از دیدار دایی رونالدو در فرودگاه تصاویر منحصر به فردی تهیه کنند، در نهایت موفق به این کار نشد، چرا که علی دایی در آخرین لحظات حضور در فرودگاه را کنسل کرد. به همین دلیل هم بود که حتی باشگاه پرسپولیس خبری مربوط به حضور علی دایی در فرودگاه منتشر کرد. اما بعد از تماس اسطوره پرسپولیس با مدیران باشگاه، این خبر از روی سایت رسمی برداشته شد تا موضوع دیدار شماره 1 و 2 گلزنی در بازی‌های ملی در فوتبال جهان به زمان دیگری موکول شود. قطعاً حضور علی دایی در مراسم استقبال از رونالدو می‌توانست یک اتفاق ویژه و خبرساز باشد و همچنین شکل دیگری ماجرای استقبال رضا درویش در پاویون فرودگاه که مورد انتقاد هم واقع شده بدهد. نکته جالب در این باره مسئله فرشی است که به کریستیانو رونالدو هدیه داده شده. 2 قالیچه نفیس که در بسته‌های مخصوص در اختیار سادیو مانه و کریستیانو رونالدو قرار داده شد. این هدیه گران قیمت هزینه‌ای برای باشگاه پرسپولیس نداشت، چرا که یکی از فعالان قدیمی بازار فرش که سابقه دوستی طولانی مدت با ستاره‌های فوتبال ایران را دارند، برای احیای نام این صنعت دستی فوق‌العاده ایرانی در این مسئله پیشقدم شد و در مدتی کوتاه 2 قالیچه بافت بافندگان چیره دست قمی را شخصی سازی کرد تا به دست این 2 ستاره برساند. نکته دیگر این که هدیه‌ای که خود باشگاه برای رونالدو در نظر داشت از صنایع دستی دیگر ایران بود، اما این قالیچه‌ها چه از نظر ارزش و چه زیبایی تأثیر دیگری روی ستاره پرتغالی الاس داشت، تا جایی که مدیر اجرایی در جلسه روز مسابقه خطاب به مدیران باشگاه پرسپولیس به صورت ویژه از این اقدام تشکر کرد و میگوید رونالدو به شدت از این هدیه لذت برده. او گفته کریستیانو هدیه زیادی از سفرهای مختلف میگیرد، اما این هدیه برای او جلوه دیگری داشته است. بنابراین هدیه‌ای که میرزاداده به رونالدو داده شاید جالب‌ترین حرکت پرسپولیس در قبال رونالدو بوده، به خصوص که تصویر این قالیچه میلیون‌ها بار در فضای مجازی چرخیده و توانسته جانی تازه به این صنعت مهم غیرنفتی ایران بدهد. صحبت‌های میرزاداده در این باره البته مفصل‌تر از این حرف است، اما شاید بعداً بشود درباره آن صحبت کرد. کریستیانو رونالدو در دوره حضورش در تهران چهره فوق‌العاده‌ای را از خود به نمایش گذاشت و نشان داد که بی جهت نیست به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ جایگاهی دست نیافتنی دارد. روی گشاد او در اغلب مواقع، دیدارش با آدری کودک ایرانی که برای دیدن او به هتل آمده بود، قرار ملاقاتش با فاطمه حمامی و دریافت نقاشیش و همچنین در نهایت عکس انداختن امضا دادنش با همه کودکانی که پیش از حضور الاس در استادیوم همه در اتاق رونالدو جمع شدند، از کارهای جالب بود که این ستاره بدون تشریفات خاص و قیافه گرفتن آن را انجام داد و همچنین تصاویری از خدمه هتل با او منتشر شده که نشان می‌دهد رونالدو با چه روی گشاده‌ای ستاره بودن خود را در ایران خرج کرده است. رونالدو که در بازی با پرسپولیس نمایش خوبی داشت، در بازگشت به عربستان مقابل الاهلی مؤثر ظاهر شد و 2 گل به ثمر رساند. او همچنین در جشن مناسبت روز ملی عربستان شرکت کرده تا محبوبیتش در این کشور به اوج برسد. کما اینکه ولیعهد عربستان محمد بن سلمان که صندوق ذخیره ارزی عربستان پشتوانه پروژه فوتبالی قرار داده، در مصاحبه اخیرش به صورت خاص از رونالدو نام میبرد.
این هم نکاتی از حضور کریستیانو در ایران که احتمالاً هرگز نخوانده‌اید. گروه رسانه‌ای النصر تیم کاملی را با خود به تهران آورده بود و تقریباً اجازه نمیداد در برنامه‌های مربوط به کریستیانو در هتل هیچ تصویربردار دیگری حضور داشته باشد. حتی این مسئله در دیدار رونالدو با فاطمه حمامی هم تکرار شد و مصرانه از اعضای باشگاه پرسپولیس خواسته میشد که عکس نگیرند. برخلاف موج اولیه که در تقویه نحوه استقبال از رونالدو به وجود آمد، النصری‌ها به شدت از این موضوع هیجان زده شد و این مسئله را به عنوان یکی از افتخارات خود در نظر گرفته بودند. از پست اینستاگرامی رونالدو هم مشخص بود که او از فضای به وجود آمده پیرامون خود در ایران راضی بوده و برای همین هم از عبارت چه استقبال گرمی استفاده کرد. تصاویر مربوط به ویدیوهای باشگاه النصر از ورود رونالدو و حضورش در هتل از تیم رسانه‌ای پرسپولیس قرض گرفته شده بود. خانواده ایرانی که در مدت حضور رونالدو در هتل اسپیناس اتاق رزرو کرده بودند، در بخشی از اتفاقات جالب این سفر ورزشی هستند که با توجه به حضور طولانی مدت در لابی هتل تبدیل به یک مطلب خواندنی شدند. پرسپولیس در ابتدا قصد داشت فاطمه حمامی را کنار زمین و پیش از مسابقه به دیدار رونالدو ببرد، اما ناظر AFC تاکید کرد که زمان این ملاقات کمتر از 1 دقیقه خواهد شد و به همین دلیل قرار این ملاقات به هتل موکول شد. هزینه‌های حضور النصر در هتل اسپیناس از سوی این باشگاه پرداخت شد. فوتبال ایران در هفته‌های آینده میزبان چند ستاره دیگر از جمله کریم بنزما و نیمار خواهد بود، اما بعید به نظر می‌رسد صحنه‌های مختلف در استقبال از رونالدو برای بازیکن دیگری تکرار شود، چرا که او اشتیاق و دلخستگان بسیاری در ایران دارد و صفحات بسیاری تحت نامش فعالیت می‌کنند و چهره‌های زیادی هستند که همچنان پوسترهای او را به دیوار اتاقشان می‌زنند. بازیکنی که به 40 سالگی نزدیک می شود اما عشقش از بین نمی رود. دوستانی که با ما همراه بودید ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا محض آپلود ویدیوی جدید از کانال ما با خبر باشید.